روزگارانی بسیار دور، صبح هنگامی پروردگار در کارگاه انسانسازی خود سخت مشغول خلق این خلقت به ظاهر فاخرش بود که ناگهان متوجه شد هیجان بسیارش باعث شده است میزان زیادی گل زیر دست و پای خود بریزد. به فکر فرو رفت که با این همه گل چه کند که حیف و من نشوند. در نهایت فکر بکری کرد که ای کاش نکردم. او به فرشتگانش فرمان داد: ای فرشتگانم، من که به استراحتگاه خود رفتم، گلها را سرهم بندی کنید و به سلیقه خود انسان بسازید و بگذاریدشان در سطح طبق. از آنجایی که خدا تنهاست و فرشتگان خالصانه مرید او نیستند، با حرص و حسرت و حسد بسیاری از ما را ساختند و این شد که ما از جایگاه اشرف مخلوقات به پس فطرت مخلوقات تنزل یافتیم. و به راستی می شود فهمید که همین تصمیم ساده پروردگار همان نقطه شروع بود که یک بار امور دنیا از دستش خارج شد و او هر روز بیشتر از روز قبل در حیرت از آدمیان به لاک تنهایی خود فرو رفت و یک روز هم برای همیشه خواست.